سجان و دل فدایی یک مدهوی مادر فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر. رابیه قیومووا خواننده صنف یکمی مؤسسه تعلیمی رقم 14 شهر خوجند می باشد و امروز در درس ساعتی تربیوی مؤسسه که به زادروز 80 سالگی لایق شعرعلی بخشیده شده بود اشتراک کرده چندی از شعرهای این شاعر زنده یاد را قرائت نمود. رابیه قیومووا به قرائت شعرهای بدیعی شاعران شوق زیاد دارد. نوابسته از 7 ساله بودنش استعدادی عجایب دارد و با شوق بلند شعر قرائت می کند. ایو مادر مدوری من تو بودی، گلی اول بهاری من تو بودی، نخشک چشمه شعر و سرودم زیب صد چشم دوری من تو بودی. در برابر رابیه قیومووا یک گروه خوانندگان صنف یکمی مؤسسه تعلیمی رقم 14 از 80 سالگی لایق شعرعلی جشن گرفتند. خوانندگان در درس ساعتی تربیوی از ایجادیات و زندگی نامه این شاعر زنده یاد برآمد جالبی را روی صحنه گذاشتند. آموزگاران مؤسسه میگویند به نورسان از سن خردسالی آموزانیدن حیات و فعالیت شاعران و نویسندگان تاجیک مهم است، زیرا با این وسیله آنها با تربیت و وطندوست به وای میرسند. ایام کودکی و بچگی لایق در برازهای دشواری جنگ بزرگ وطنی و بعد از جنگی راست آمده است. سالهای 90 عصر 20 در زندگی لایق نیز دشواری‌ها پیدا گردید. آموزگار صنف‌های ابتدایی دلافروز ترسونووا میگوید رابیه قیومووا در صنف خود را همچون خواننده فعال معرفی کرده در یکچند آزمون‌های شعرخوانی و کتابخوانی داخلی مؤسسه اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان شده است. در بین خوانندگان هستند نفرانی که مهارت بلند کتابخوانی و شعرخوانی دارند و آنها را ما کوشش نمودیم که به آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی تیار کنیم. در درس ساعتی تربیوی خوانندگان صنف یکم معاونی دیرکتور عاید به صنف‌های ابتدایی و دیگر آموزگاران اشتراک نمودند. خوانندگان دوامی 45 دقیقه درس ساعتی تربیوی از اشعار لایق شعرعلی و زندگی نامه او شعرها قرائت نمودند. اینچنین صحنه‌های گوناگون از جانب خوانندگان مؤسسه اجرا گردید. آموزگار دلافروز قیومووا درس را با استفاده از عیانیت‌ها و اصول صلاحیت‌ناکی با خوانندگان تا جای شوق‌آور گذرانید. هدف اساسی ما از گذراندن این ساعت تربیوی در شاگردان بیدار نمودن و حس خویشتن‌شناسی، احترام و بزرگداد اجدادان از جمله شاعران و نویسندگان، خصوصا شاعر زنده یاد ما لایق شعرعلی بود که ما به مقصد خود رسیدیم. هدف از تشکیل و برگزاری چهاربینی‌های گوناگون به مناسبت زادروزی لایق شعرعلی این پیش از همه آگاه نمودن نورسان و جوانان از ایجادیات شاعران و نویسندگان تاجیک محسوب می شود. حالا تجلیل 80 سالگی شاعر زنده یاد لایق شعرعلی در همین مؤسسه‌های تعلیمی و دانشگاه‌های عالی کشور ادامه دارد. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.